بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، برادر سوال نمودند که کسی که مسافر هست آیا نماز ویتر را میخواند یا که نمیخواند؟ آیا میتواند که نماز ویتر را ترک نماید؟ بارک الله فیکم. البته وقتی که کسی مسافر شد، ای یقصر من الصلوات، الله گفته است که از نمازها، یعنی نمازها را قصر بخوانید. بارک الله فیکم. و این چنین سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به ما بیان میکند که رسول الله وقتی که به سفر می برآمدند، خیلی که حدیث های متفق علیه آمده است، نماز را قصر میخوانند. یعنی نمازهای فرضی که 4 رکعت هست 2 رکعت میخوانند. اما نماز شام که 3 رکعت است، 3 رکعت فرض در جایش میموند. خیلی که به این حدیث مادرمان عایشه رضی الله عنها حدیث متفق علیه دلالت میکند که میگویند رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که به سفر می برآمدند اصلی نماز را میخواندند، یعنی نمازها را 2 رکعته میخواندند، چرا که در مکه اصلی نماز فقط 2 رکعت بود، نمازها فرض 2 رکعت بود. اما وقتی که به مدینه آمدند نمازهای فرض 4 رکعت شد، بعضیش بمانند ظهر پیشین، بمانند عصر و بمانند خفتن. و این نمازهایی که در مدینه آمدند و زیاد شد، وقتی که سفر میروند باز 2 رکعت باز میگردد. اما آیا سنت ها را خونده می شود و ویتر را خونده می شود یا نه؟ البته سنت های غیر از نماز فجر، بمانند پیش از سنت پیش از ظهر، سنت بعد از ظهر و سنت بعد از نماز مغرب و سنت بعد از نماز عشا، و این سنت ها نخونده می شود، خونده نمی شود، نخوندنش سنت است. خیلی که در حدیثی که لفظ امام مسلم است همین آمده است. بارک الله فیکم. فعل رسول اکرم صلی الله علیه و آله همین بود. وقتی که مسافر می شدند فقط فرضی نمازها را 2 رکعت می خوانند. نماز ظهر را 2 رکعت، نماز عصر را 2 رکعت، نماز مغرب را 3 رکعت، نماز خفتن را 2 رکعت می خوانند و سنت‌هاش را نمی خوانند. اما سنت نماز فجر را همیشه می خوانند و این چنین نماز ویتر را همیشه می خوانند. خیلی که حدیث متفق علیه اومده است که مادرمان عایشه رضی الله عنها میگن که رضی الله عنها ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر 13 ركعة في الليل وصلاة الوتر، يعني داخل میشد به همین 13 و رکعتین قبل الفجر. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم در حالت مقیم بودنشون و هم در حالت سفر هیچگاه نماز تهجد را ترک نمی کردند، هیچگاه نماز ویتر را ترک نمی کردند، هیچگاه 2 رکعت نماز سنتی پیش از نماز فجر را ترک نمی کردند. بارک الله فیکم. یعنی بعد از فرض ها را خواندن باید دانید که انمی سنت ها هم سنت های مؤکده تر از نسبت دیگر سنت است. 2 رکعت سنت نماز فجر و این چنین نماز ویتر. اما نماز تهجد البته کسی که خواهد میخواند، نماز تهجد هم مثل همین است. بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم واجب بود اما به امتشان واجب نیست. بارک الله فیکم. و از همین جهت میگیم که نماز ویتر در سفر هم خونده می شود. اما اگر 1 بار 2 بار قضا شد باکی نیست، خصوصا در سفر. سبب این است که نماز ویتر واجب نیست، نماز ویتر سنتی مؤکده است. نماز ویتر رو شما میتونید که در بالای یک یعنی شیشته بخونید، در درون مثلا ماشین بخونید. چه که پیامبر صلی الله علیه و نماز ویتر رو در بالای شتر میخونند. بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.